روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. امامعلی رحمان پیشگیری جوانان از تندگرایی را وظیفه مادران نامید. عبدالله شمس‌الدین گفته است که در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی است. بانک ملی روسیه محدودیت در گرفتن دلار و یورو را دراز کرد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از مادران و زنان کشور خواسته است مانع پیوستن فرزندانشان و جوانان و نورسان به گروه‌های افراطی شوند. او این حرف را روز 7 مارس در پیامی تبریکش به مناسبت روز مادران که هر سال 8 مارس تجلیل می شود بیان کرد. امامعلی رحمان شرایط منطقه و جهان را مرکب و حساس نامید و از مادران خواست که با فرزندان جدی مناسبت کنند. در شرایط نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان معاصر مناسبت بسیار جدی ظاهر کردن با تربیت فرزندان از راه بد، مخصوصاً جنایتکاری و پیوستن به گروه حرکت‌های افراطی برگردانیدن نورسان و جوانان پیش از همه وظیفه مادران و زنان می باشد. پرزیدنت تاجیکستان تقریباً در هر سخنرانیش از پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو نگرانی می‌کند. مقامات تاجیکستان سالانه 10 نفر را با گمان تندگرایی بازداشت می‌کنند. در صف گروه‌های تندرو در خارج از تاجیکستان نیز اسم زادگان تاجیکستان صدا می‌دهد. اما سازمان‌های حامی حقوق بشر می‌گویند مقامات تاجیک اتهام تندگرایی را برای سرکوب دیگر اندیشان هم استفاده می‌کنند. از جمله سال گذشته 7 بلاگر و ژورنالیست تاجیک را بازداشت و زندانی کردند که بیشترشان به افراطگرایی ایبدار شده بودند. عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بی‌درک شده بود به همسرش زنگ زده گفته است او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی از جای بود و باشی آن اظهار بیخبری کرده بودند. سمیه پیروا همسر عبدالله شمس‌الدین روز 7 مارس بر رادیو آزادی گفت همسرش روزی گذشته با او گپ زده است و گفته است که پروندهش را کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش می‌کند. در این گفتگوی تلفنی شمس‌الدین با 2 فرزندش نیز صحبت کرده است. سمیه پیروا همسر عبدالله شمس‌الدین قبلا به مقامات قدرتی کشور نامه ارسال داشته گفته بود که شوهرش از بیماری دق نفس رنج میکشد. عبدالله شمس‌الدین پسر شمس‌الدین سعیدوف عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که پس از 13 سال پناهجویی در آلمان مقامات این کشور او را برای نقض قانونها به تاجیکستان اخراج کردند. بنا به ارزیابی خدمات جاسوسی پیمانی اتلانتیک شمالی تلفات نیروهای روسیه در شهر بخموت 5 مرتبه بیشتر از نیروهای اوکراین ارزیابی شده است. در این باره تلویزیون CNN با تکیه به یک منبع خود در ناتو خبر داده است. جنگ برای بخموت تقریبا نیم سال است ادامه دارد و حالا به یک ویرانه تبدیل یافته است، ولی دقیق نگفتند که دو طرف چقدر تلفات دادند. ارتش روسیه آمار تلفات در بین سربازانش را نشر نمی کند. به حساب خدمات اطلاعاتی کشورهای غربی ممکن است در جنگ یک ساله روسیه با ضد اوکراین بیشتر از 200,000 سرباز کشته و زخمی شده باشد. وزارت دفاع آمریکا ماه نوامبر سال گذشته گفت که ممکن است در جنگ از هر دو طرف تا 100,000 نفر کشته شده باشند. در ایران 6 مرد را با گناه کشتن 4 نفر از جمله یک سرباز و 2 عضو گروه نیمه نظامی بسیج به قتل محکوم کردند. آنها را عضو یک گروه تروریستی عرب تباران در ولایت خوزستان هم مرز با عراق می‌دانند. وبسایت میزان آنلاین منبر وزارت عدلیه ایران روز 6 مارس خبر داد که 6 عضو سازمان حرکت الندا برای قتل 4 نفر در میان سالهای 2017-2019 به قتل محکوم شدند. مقامات ایران سازمان مذکور را به همکاری با دیگر گروه‌های تروریستی متهم می‌کند که سال 2018 با حمله بر راهپیمایی نظامی به شهر اهواز در سال 2018 25 نفر را کشتند و 250 کسی دیگر را زخمی کردند.
بانک ملی روسیه که در آنجا صدها هزار مهاجر تاجیک به تجارت و کار مشغولند محدودیت گرفتن دلار و یورو و دیگر اسعار خارجی نقد را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. بر اساس قرار بانک از روز 5 مارس هیچ کس نمیتواند از بانک بیشتر از $10,000 و معادل آن یوروی نقد بگیرد. اگر از این مقدار بیشتر میخواهید پس آن را با روبل روسی و با قربی تعیین کرده بانک ملی روسیه به شما میدهند. روسیه روز 9 مارس سال 2022 و بعد مدت کوتاهی آغاز جنگ به ضد اوکراین و تحریمات کشورهای غربی گرفتن اسعار خارجی نقد را محدود کرد. بر اساس قرار نوی بانک محدودیت دادن اسعار نقد تا روز 9 سپتامبر امسال دوام میکند. و بانک ملی تاجیکستان برای روز 7 مارس قربی 1000 روبل روسی را 144 سامانی و 50 درم، $1 آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 61 درم مقرر کرده است. سرخط خبرها به پایان رسید. شما را ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی انتظار خدا نگهدار.